در دوره نیم‌نهایی دسته خوجندی مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 8 سزاوار جای سیوم گردیدند. پرویز مولدینов آموزگار این مکتب بوده 3 سال این جانب محصلین را برای آموزش نازکی‌های بازی فوتبال تمرین می‌کند. او میگوید که برگزاری چنین مسابقه‌ها برای جلب نه تنها خوانندگان مکتب بلکه جوانان و کلانسالان نیز مساعدت می‌نماید. من خودم در کمانده استقلال بازی می‌کردم. بعد از اون ما 3 سال است که جوانان خود را تیار نمودیم برای این گونه بازی. ما خوشحال هستیم که امروز در این بازی ما نه بلکه نورسان جوانان هم کلانسالان هم اشتراک میکنند. امروز ما با همراهی شاگردان میسر شد که جای سیوم را اشغال نماییم. ما در آینده نقشه داریم که نه بلکه این بازی نورسان و کلانسالان نیز تشکیل نماییم. در مراسم افتتاحی دوره نهایی چمپیونات نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفورов مربیان آموزگاران و دیگر شخصان مسئول شرکت ورزیده در سخنرانی خویش قید نمودند که روز جهانی فوتبال با تشبث رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اعلام گردیده این چاره‌بینی ورزشی به همین سنه بخشیده شده است. در اواخر نهایی دسته‌های لیگا و قلعچه به میدان برآمدند. از آغاز بازی مشاهده گردید که هر دو دسته آمادگی و تجربه خوب دارند. حمله‌های پای در پای و شوق‌آور صورت گرفتن بازی باعث احساس بلند مخلصان این نمود ورزش گردید. هدف گذراندن این چاره‌بینی این طرز حیات سالم جلب جوانان نورسان به نمودی ورزش می باشد و این نمودی ورزش در جماعت اوچی قلعچه در سطح بلند امسال سال 22 هست که گذرانیده می شود. چقدر که دیده استادتون اهالی جماعت اوچی قلعچه این چاره‌بینی رو تماشا دارند و با یک روحیه بلند این بازی رو گذرانیده ایستادند. و ما البته کوشش به خرج میدیم که آینده در همین جماعت اوچی قلعچه چنین چاره‌بینی‌ها باز زیادتر گذرانیده شود و مردم رو به همین چاره‌بینی‌ها جلب نماییم. در هفته بازی فوتبال بازان دسته لیگا چالاکی و مهارت خاص نشان دادند و به آنها میسر شد که بیشتر توپ را به دروازه حریفانشان وارد نمایند. همین طریق و آخری فینالی با حساب 5-2 به فایده دسته لیگا به انجام رسید. در مراسم تحفه سپاری از طرف سرپرستان لایحه ملی اداره کنی ذخیره‌های آب شرکت لیگا و دیگران به بهترین بازیگران دروازه‌بان مربی مخلص و بازیگری خردترین اینچنین به 3 دسته غالب تحفه و سپاسنامه و جام چمپیونات در فضای تنتنوی سپاریده شد. نسیم عبدالله زاده، مظفر صابیرов برای برنامه اطلاعاتی اخبار.